زمانی بود تو هم راه گشتن نمیتونستی، من همین قامت بلند خم میکردم و دستی ترم میگرفت. و این روز مرا در بستر مرگ دیدی، برای مرگ ما گریه نکرد. چرا؟ زیرا روز مرگ بالای تن میآید. میگه درد مادر زیادتر میشود، شب نالیش میکنه. فرزند به سیاست میگه نمیشه مادر آواز تا پس گیری، تو نالیش کردی مرا خواب نمیبره، کلین تا خواب نمیبره. کمتر میگه میل است. یک چند لحظه بعد صدای مادر خاموش، فرزند به راحت خواب میره. سحر میخیزه که مادر از دنیا گذشت. دیگه در حوصله منزل قبرستان از سر منزل میره، اویلش هم مکتوبش میده که همین شب مادر مکتوب نوشته پیش از مرگش: بچه جان، تا این روزه من هر دعا و هر خواهشی که از خدا کردم برای خودم نکردم، برای تو کردم. لیکن این شب دیدم که طاقت شنیدن آوازی من ندارم. امشب آخرین خواهشم از خدا، همیشه برای خودم نمیکنم، برای تو میکنم. خداوند جان مرا بگیره که تو آرام خواه روی و دیگه تو را ناراحت نکن. لا حول ولا قوة الا بالله. مادر به مرگ خود راضی است، اما به ناراحت شدن فرزند راضی نیست. در نماز یک دعای عجیب میکنه: اللهم اغفر لی و لوالدی. خدا اول خود ببخش، بعد از آن پدر و مادر ما ببخش. چرا اول خود ببخش؟ چرا اول پدر نه؟ چرا اول مادر نه؟ خدای مرا ببخش تا دعایی که در حق پدر و مادر میکنم قبول شود. اگر تو مرا نبخشی دعام قبول نمیشه. به همین خاطر اول باید در نفس خودمان دعا بکنیم، بعد از در حق پدر و مادر دعا بکنیم. جنت یک منظره هست، همه آرزو داره که جنت بروند. انبیا، اولیا همه میخواهند که جنت بروند. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت وقتی از خدا جنت میخواهید، میانه جنت رو بخواهید. جنت میگه خدای روز قیامت میگه خدای تو اینقدر مرا منظره زیبا کردی که همه هوس مرا میخوره، اما مرا اینقدر بی‌قدر کردی که زیر قدم مادر کردی. دوزخ میگه خدایا تو مرا خلق کردی که من انسان گناهکار نیست و نابود کنم، اما یک بار پدر یا مادر در حق فرزند دعا میکنه تو او از دوزخ خلاصش میکنه. علما میفرمایند سه چیز نگاه کردن عبادت است: یکی قرآن، یکی بیت الله، یکی چهره پدر و مادر را تماشا کردن. علما میفرمایند اگر بخواید دعاتون قبول شود، در چهره پدر نگاه بکنید، در چهره مادر نگاه بکنید، دعا بکنید، الله دعای شما را رد نمیکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اگر کسی پدر و مادرش در دنیا زنده باشن، حیات باشن، دو دروازه جنت الکی در اختیارشون هست. اگر یک تاشون باشه، یک دروازه جنت در اختیارشون هست. رسول الله گفت که وای بر حال همون کسی که پدر و مادر دریا کنه و جنت نرود. وای بر حال همون خیلی انسان. قرآن عظیم شان عجیب نصیحت میکنه. میدونه که وقتی که پدر جوان هست، سیاست داره، اما عمر پدر یا عمر مادر کم بالا رفت، الکی سیاست بالعکس میشه و سیاست در فرزند میشه. قرآن عظیم شان نصیحت میکنه که ای مسلمان، زمانی شو پدری تو یا مادری تو کلانسال شو و محتاج به تو شو، قطعید که صحبت کردن در جواب اما اوف نگو. اوف ای پسترین سخنه. وقتی خدا میگه اوف نگو، دیگه از اوف هر چیزی که بالا باشه باید ما او را نکنیم و نگوییم و بگیم که خدا پدر و مادر ما را رحمت کرد، چگونه ما میدهک بودیم و تربیت کرد و کلام کرد. الله رب العزت میگه وقت جنح، در پیش پدر خطا پهلوان نگی، بازوهات شکسته بگی. خیلی که اگر پرنده را نگاه کنه مهربانی میکنه، فرزندش زیر بغل میکنه، الله میگه ای جوانی پهلوان، در پیش پدر خطا پهلوان نگی، بلکه پدر و مادر زیر قنات خود بگی. بعضی علما قنات ترجمه به پایانداز میکنن، میگه در پیش پدر و مادر مثل پایانداز باش، سرخم باش. الله رب العزت چه نعمت بزرگ برای ما و شما داده است. این پدر و مادر خیلی یک نعمت بزرگه. چهرهشون، نگاهشون برای ما عبادت است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن همون لحظه ای که شما دیدن پدر و مادر از شما راضی است، بدانید که همون حالت خدا از شما راضی است. و اگر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون صدق الله العظيم. ای نامی تو بهترین سرآغاز ای نامی تو بهترین سرآغاز به نامی تو نامکی کنم باز آرایشی نام هاست نامد آسایشی سینه هاست کلامت آسایشی سینه هاست کلامت هر زمان میزندین پیک اجل برداری ما هر زمان میزندین پیک اجل برداری ما هیچ صدا نرسد به این گوش کریما هیچ صدا نرسد به این گوشی کریما بعد مرگم گاه گاهی با دعا یادم کنی بر سری خاکم روی با فاتحه شادم کنی از میانی اهلی گورستان مرا یابی اگر مشتی خاکم زان نشان یابی و بربادم کنی مشتی خاکم زان نشان یابی و بربادم کنی چرا ای بنده عاصی در این درگاه نمی آیی در این درگاه نمی آیی چرا وقتی پریشانی به سوی ما نمی آیی به سوی ما نمی آیی منم با تو توی با من چرا بیگانه می گردی چرا بیگانه می گردی اگر روزها تو در کاری
چرا شبها نمی آیی چرا شبها نمی آیی منم غفار منم عالی منم ستار منم عالی منم ستار چرا در مشکلی هر کار به سوی ما نمی آیی به سوی ما نمی آیی ای بنده عمری تو کجا دوری ز فرمانی خدا آخر کجاست آن ناله ها برگرد بیا بر درگهم آخر کجاست آن ناله ها برگرد بیا بر درگهم در این جهانی بی وفا آخی منم آن با وفا هیچگاه مباش از من جدا برگرد بیا بر درگهم هیچگاه مباش از من جدا برگرد بیا بر درگهم ای ریش دلی محزون افغانی محمد شو ای دیده شده جیحون خونباری محمد شو نامی احمد را شنیدی ای غلام نامی احمد را شنیدی ای غلام هر نفس گوی الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه